من رحمت میگم منم اعضای فوند المپور هستم. رحمت میگم با سهراب جان با استاد داود دستی و پسرشون که اینقدر زحمت ها کشیدن این چیز چند باشید ما کوشش کردیم و امروز که این نمایش صورت ها شد این خیلی کار خوب و کار خیر است. سلامت باشید. تشکر. من دوست همین گفتنی بودم که خیلی کسای دنیا رو فردهای دنیا رو المپور با تاجیکان آشنا کرد. مثلا ایران رفته با گوگوش آشنا شد و برنامه بزرگی درست کرد تشکیل کرد در تلویزیون که آدما بعد از این مثلا گوگوش مانند یک سفیر ایرانی حساب شد اینجا، چون اولین ایرانی که ما شناختیم نزدیکتر خانم گوگوش بود. بعد آقای ستار از لس آنجلس آوردن آشنا با ما آشنا کردن و چند فردهای دیگر و در برنامه تلویزیون چند برنامه داشتن ستاره های شرق. این هم یک برنامه بود که حیف که اوجه و نیست جست دوامش نشد. تشکر. من از مردان محمد که با آقای المپور همکار هستم میخوام چند کنم. آقای المپور اولین خبرنگار تاجیک بود که دفتر بی بی سی را با تشبث همون کس دفتر بی بی سی در شهر دوشنبه در سال 1993 تشکیل شد. من در این باره یک چیز نمیگم، فقط درباره عکس ها 11 دکتر سال 1995 محیدین المپور ما چند نفر بودیم خدا رحمتی. بعد این عکس هایی که زیاد داشتن قرار بود که روزی یا که 14 یا 15 دکتر بعد با ایران با تهران میرفتن و همین نمایش عکس های اونا در همونجا برگزار میشد و از ما خواهش کردن گفتن که همین عکس های هستن. به نظر شما کدام عکس بهتر است که برای ایران که برای اولین بار درباره تاجیکستان اصلا اطلاع ندارن که همین معرفی شود. بعد ما عکس های بسیار بود انتخاب میکردیم. نور محمد خودزاده 3 نفر بودیم. بعد انتخاب میکردیم. بعد میگفتن که چرا همین انتخاب کردیم؟ من میپرسیدم هرچند که الکی اون کس انتخاب کرده بودن لیکن نظر ما میپرسیدن که با فکر شما همین اگر گرفتیم چه خیلی است. متاسفانه همون روز تو بدای ساعت‌های 5 با هم بودیم. اون وقت بعد مشکل بردار چیزی بود تاریخ نبود. خیر خوش کردیم که فردا پگاهش با میخواد حادثه شد. همین اگر امکان باشه من خواهش داشتم اگر امکان باشه همین صندوق المپور امکان داشته باشه اگر همین با جانب ایران اگر هماهنگ شود و همین نمایشگاه عکس های المپور که آرزوی از همه عزیزترین برای استاد المپور همین بود. اگر امکان باشه در اونجا اگر تشکیل میشه همین آرزوی همون کس عملی میشه. تشکر.